دوستان خوب موشکاف سلام. در کنار همه زبونهای زنده دنیا یه زبون مرده هم هست به نام زبون مرده آخوندی. بنده موشکاف تخصصم ترجمه همین زبونه. حرفای این آخوند مردنی رو گوش کنید تا عرض کنم براتون. ما باز هم داریم اعلان میکنیم که این توافق از موضع بیچارگی و بدبختی و فقر و گرسنگی و تحریم نبوده. آقا برای ترجمه حرفای یارو فقط کافیه فعل آخر رو به جای نبوده بکنید بوده، به همین سادگی. اینم تصویر تمام نمایی از بدبختی و بیچارگی این حاجی بوزقلمون و ولی امرش. آقا اصلا فرض میکنیم توافق ژنو از سر بدبختی و فلاکت علی وافوری نبوده؟ باشه نبوده، پس به خاطر چی بوده؟ این هم یک تاکتیک با آزمون جدیدی بود که برای حفظ مصالح جهان اسلام و کمک به گرفتاران دنیای غرب از موضع عزت و قدرت پیش رفتیم. این یکی دیگه خیلی جدید بود. طرف طلسم شکسته، شاسیش در رفته، زهرم خورده. بعد میگه این تاکتیکیه واسه کمک به گرفتاران دنیای غرب. درست مخ بسیجی هایی که جلوت نشستن ماهیچه هست، اما وضعیت به قدری پتاله که همشون از خفگی ولی فقیهت با خبر شدن. آخه کبودی رخسار ولایتو چی جوری میخوای توجیه کنی؟ امروز میبینید رهبر عزیز انقلاب ما آیت الله العظمی خامنه ای این شرح صدری که دارد هم ظرفیت تحمل بعض مخالفت‌ها را در داخل کشور دیدید دیگه ظرفیتی بالاتر از این قابل تصور نیست، و هم دغدغه‌ای که برای جهان اسلام دارند برای تقویت مقاومت‌هایی که تا به امروز نشون داده مقاومت منشأ پیروزی است، عزت ساز است. این یکی رو راست میگه. سید علی به اندازه کل فاضلاب قم و هومه ظرفیت داره، اسم خودشو گذاشته ولی فقیه، اما حالا دیگه نوچه هاش هم حرفشو نمیخونن. مگه بسیجی دهنگشادو ندیدید؟ اگر آیت الله خامنه ای الان دستور بدن که مذاکره با آمریکا اشکالی نداره و روابط رو از سر بگیریم، شما واکنشتون چه خواهد بود؟ این جریان مختار ثقفی میشه، آخر مدت مختار تنها میشه. یعنی آقای خامنه ای تنها میشن؟ آره دیگه تنها میشه. یعنی روبروی حرف رهبری وای میستین؟ بودی که وای، یعنی اینه که هست. این که میبینید این روزا بالا تا پایین رژیم هی قمپوز عزت در میکنن واسه خاطر دهنه زدن به همین بسیجی هاست. آخه حالا دیگه جزئیات توافق ژنو درس کرده و فیزگول عظما رو واویلا کرده. اینا هم هی دارن از توافق عزتمند دفاع میکنن تا هم جلوی ریزش بسیجی ها رو بگیرن، هم یه فکری واسه ریزش کرکوپر ولی فقیه بکنن. اگر آیت الله خامنه ای الان دستور بدن که مذاکره با آمریکا اشکالی نداره و روابط رو از سر بگیریم، شما واکنشتون چه خواهد بود؟ این جریان مختار ثقفی میشه، آخر مدت مختار تنها میشه. یعنی آقای خامنه ای تنها میشن؟ آره دیگه تنها میشه. یعنی انقدر جریان بسیج یا به قول شما فعالان دانشجویی پیش رفته که ممکنه حتی از آقای خامنه ای هم عبور بکنه. ببینید ولایت فقیه رو قبول داره، شکی توش نیست. خب ولی اگر بخواد، من اینجا قاطعانه میگم، اگر بخواد با آمریکا رابطه برقرار بشه چنان خونی میرخته میشه که از سوریه 3 برابرتر میشه. یعنی روبروی حرف رهبری وای میستین؟ بودی که وای، یعنی اینه که هست. حس میکنم زلزله رو تو
دکتر شکاف نظامو بدوزم، عظما خیتی بالا آوردی بازم، عظما منم با تو دارم میسوزم، عظما خیتی بالا آوردی بازم، عظما منم با تو دارم میسوزم. گفتی تو این بازی بیدنده میگازی، نظام تکبای برامون میسازی، انتر با مشایی گنزت سر تا پا تو خوزه هم شیرجه زد جردادون تموم ولی فقی کش ساقید، کوه نظام آخرش گاو میش سایید، تکلیف من خر حالا چی میشه، باده ولی فقی چه خفن خوابید، نکنه جام زهر رو بری بالا، عظما داری مثل کدو میگندی، عظما داری مثل کدو موشکار